هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد زنی که شوهرش مردانگیش از کار مانده بود و زن طول سالها سر شوهرش را نگاه می داشت. روایت می کنند که در دهه جوان با تقوای زندگی می کرد. چون جوان به وایه رسید، وقتی خانه‌دار شویش رسید، پدرش خواست پسرش را خانه‌دار کند، ولی جوان راضی نشد، چون از احوالش تنها خودش خبردار بود و خلاص. یعنی از جهت مردی مردانگیش کار نمی کرد. اما پدر و مادر جوان از احوال او بخبر بودند. او را مجبوراً با یک دختر صالحه دههشان خانه‌دار کردند. توی خوب گذشت. پس از توی، چون جوان به نزد عروس زیبای جوانش درآمد، با یک عذاب با خجالت گفت: عزیزم، گوش کن، من مناسب تو نیستم. تو را خوشبخت کرده نمیتوانم. اگر خواهی خودی پگاه برآمده رو. من همه عیب را به گردن میگیرم. دختر که صالحه و ایماندار بود گفت: من الکی همسر قانونی و نکاحی شما هستم. سر شما سر من هم هست. من میدونم که زنی که سر شوهرش را افشا میکند چه خیلی نزد خداوند گناهکار میشود. من با شما خوشبخت میشوم انشاءالله. جوان از سخنهای همسر مهربانش خرسند میشود و شروع میکند به زندگی یک جایه. روزها گذشتند و سالها هم گذشتند. همسر جوان سخنهای پست و بلند خسور و خوشتامن را که برای فرزنددار نشدنش میگفتند تحمل میکرد و سر شوهرش را افشا نمیکرد. یک روز پدر جوان پسرش را به نزد خود دعوت کرد و گفت: پسرم، 7 سال است که خانه‌دار هستی، ولی تا حال فرزنددار نشده ای. من بابا شدن میخواهم. تو باید از همسرت جدا شوی. جوان بسیار غمگین شد. به نزد همسرش آمد. زنش پرسید: با شما چی شد؟ چرا آشفته خاطر می نماید؟ شوهرش گفت: چیزی نشده است. ولی زنش مجبور کرد. در آخر همه سخنهای پدرش را به زنش گفت. همسرش گفت: بگذار سخنهای پدرتون شود. آخر او پدر شماست، نباید سخنهای آن را رد کنید. من می روم، ولی شما بعد 40 روز خانه‌دار شوید. این سخنها را زن گفت و برآمده رفت. جوان آنچنان غمگین شد که از یک طرف همسر دوست داشته اش رفت و از طرف دیگر می ترسید که سرش فاش می شود. همسر جوان به خانه پدر و مادرش رفت و گفت: من برای 40 روز چیله‌نشینی آمدم. کسی به من خلل نرساند. پدر و مادر جوان برای پسرشان کلین یافتند. روزی توی را معین کردند. زن جوان 40 روز طاعت و عبادت کرد و از درگاه خدا برای شوهرش شفای کامل طلب میکرد و میگفت: خدایا، شوهرم را در نزد همسر نوش شرمنده نکن. با او شفای کامل ده تا او مثل دیگران صاحب فرزند شود. یک روز پیش از تویش جوان از ترس که شرمنده می شود زهر نوشید، ولی با خواست خدا با آن دعاهایی که همسرش برای او التجا نموده بود، آن زهر برای جوان شفا شد. روزی توی وقتی که عروس را می آوردند، در راه صدمه نقلیاتی به وجود آمد و در نتیجه عروس از عالم درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. پدر و مادر جوان برای خاطر آزرده نگردیدن جوان گفتند: پسرم غمگین نشو. در ده دختر بسیار است. پس از مدت دیگرش را خواستگاری میکنیم. ولی جوان اصل واقعه را به پدر و مادرش نقل کرد. پدرش دوام سخنهای پسرش را نشانیده خسته به خانه کلین سابقش رفت و گفت: دخترم، من صدقه تو بر این کلین شوم که برای سر شوهرش را افشا نکردن طعنه و ملامت های ما را تحمل نمودی و خداوند شوهرت را برایت بازگردانید. بیا دخترم به خانه برگردیم. و آن زن صالحه به خانه اشان بازگشت.
خداوند به خاطر که سیر شوهرش را نگاه داشت و صبر کرد به او فرزند سالم و صالحه عطا نمود و تا آخر عمرشان خوش و خرسندانه زندگی کردند. عزیزان، پاداشش صبر جنت است، حتی در همین دنیا هم. این قصه برای جوانهای حاضره مخصوصا به زنها عبرت کلان است. در زمان ما زنهای یافت می شوند که حتی عادی ترین سیر شوهرش را افشا می کنند که آن به نفع و ضرر کسی نیست بجز خودشان. باقی قضاوت بر شماست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.